تغییر چهره آریانا سعید با بار دیگر و قهر شدن اسیب ساعد. آیا با واقعیت آریانا سعید از اسیب نامزدش جدا شده است؟ دلیل تغییر چهره آریانا سعید چی بوده است؟ آریانا چی مقدار پول را این بار در جراحی صورتش مصرف کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمندی بی‌بدیل، صدای طلایی، یکی از هنرمندان ماندگار و تاریخ‌ساز در هنر موسیقی افغانستان بوده است. شهرت و محبوبیت بسزای خودش را دارد. آریانا سعید با صدای طلایی‌اش در سال 2008 با اجرای کنسرت‌های محلی در افغانستان در دل‌های میلیون‌ها افغان جایگاه هنری خاصی برای خودش کسب کرد. آریانا سعید علاقه‌مندان و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان بیشمار بوده است و همیشه مورد حمایت و استقبال گرم افغان‌ها قرار می‌گیرد. ولی تاکنون آریانا سعید بارها صورتش را جراحی‌های مختلف کرده است. جدیداً آریانا سعید صورت و اندامش را در کشور انگلستان نزد خواهرزاده‌هایش جراحی کرده است که شکل و شمایل آریانا سعید کاملا زشت و خیلی بد شده است و به همین خاطر اسیب ساعد نامزدش مدت می شود از آریانا سعید جدا است و در کشور کانادا به تنهایی زندگی دارد. آریانا سعید تاکنون درباره تغییر صورتش ابراز نظر نکرده است، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین برنامه‌های هنری از بانوی دلخواه خواهیم بود. دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما عزیزان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.